الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم با مجموعه برنامه دفاع السنت. ما در بحثای گذشته مطالبی را پیرامون وضعیت کنونی ایران بیان نمودیم و در واقع قیام مردم ایران و تظاهرات مسالمت آمیز آنان در مطالبه با حقوق مسلم خودشون که ضایع شده، که واقعا هیچ حاکمی شاید آنچنان ظالم نبوده باشد با مردم خود و با ملت خود، ولی یقینا این ظلم همچنان پایدار نخواهد بود و روزی فرا می رسد که این مردم به صورت میلیونی خیابانها را پر کنند و جایی برای جولان این ظالمان و این طاغوتان باقی نماند. به امید چنین روزی، و اون روز دیر نیست، چون رفتار نابخردانه این دولت به گونه است که دیگه به زودی این مسئله اتفاق خواهد افتاد. خیلی طول نمی کشد. میگه چرا عاقل کند کاری که باز آلت پشیمانی. اینها چون عقل و خرد درستی ندارند و طغیان و سرکشیشون به اوج خود رسیده و دولت‌های بزرگ در غرب، در شرق و غرب تقریباً از تمام ظلم و جنایت آنان ساکت هستند. تمام مجامع بین المللی، تمام مجامع اونایی که ادعای حقوق بشر میکنند، همه به صورت مطلق ساکت شده اند. در قلب امریکا افراد امریکایی را تهدید میکند، ولی در واقع هیچ حرکتی و هیچ عکس العملی نشان نمیدهند و همچنان آنها را با آنها مذاکره می کنند و آنها را به رسمیت می شناسند و در مجالس تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری مشارکت می کنند. تمام اینها نشانه این است که اینها تمام این مطالبی که بیان می کنند همش دروغ محض است و هیچ حقیقتی ندارد و آنها به فکر مردم و به فکر حقوق بشر و این مسائل نیستند. اکنون به یاری خدا تصمیم بر این داریم که کتاب دیگری از کتاب‌های سنت معرفی کنیم که آن هم امام، یعنی مسند امام دارمی است یا معروف به سنن امام دارمی. امام دارمی اسمش ابو محمد هست، یعنی کنیش ابو محمد هست. اسمش عبدالله فرزند عبدالرحمن فرزند فضل فرزند بهرام فرزند عبدالصمد دارمی، از قبیله تمیم و از شهر سمرقند، که در سال 255 وفات یافته. حالا یک مقدار این مطلب را بیشتر باز کنیم که در سال 181 هجری متولد شده. 181 هجری. و این مرد عالم بسیار بزرگوار و بسیار وارسته‌ای بوده، اما به سبب اینکه کتاب‌های دیگری که بعد از این
در واقع تألیف شده اند و اون کتاب ها حاوی این احادیث هم هستند، به همین دلیل این کتاب امام دارمی و خود امام دارمی کمتر مشهور شده، وگرنه امام دارمی حتی متقدمتر هست از امام بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه و دیگه احمد هم. از همه اینها متقدمتر است. یعنی وقتی که امام دارمی متولد می شود، هنوز امام بخاری متولد نشده. یعنی 13 سال بعد از تولد ایشان امام بخاری متولد می شود. در نتیجه در اصل ایشان از همه بزرگتر است، هرچند امام دارمی 1 سال قبل از امام بخاری وفات می کند. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه امام بخاری بعد از امام دارمی 1 سال دیگر زندگی می کند و بعدا اون هم وفات می کند. یعنی تا مشخص شود که این در چه عصر و زمان و بلهه‌ای بوده. حالا کتاب امام دارمی این است، 2 مجلد این گونه، به اسم سنن یا به اسم مسند یا به اسم جامع معروف است. این 1 مجلدش و این هم مجلد دومش، یعنی که چاپ شده به تحقیق سید ابراهیم، یعنی استاد سید ابراهیم و استاد علی محمد علی و دکتر مصطفی ذهبی اصول آن را بالاخره تهذیب نموده و کنترل کرده. یعنی تقریبا باید بگوییم تحقیق 3 نفر روی آن تحقیق دارن. این کتاب بسیار با ارزش و به صورت بسیار قشنگ و چاپ بسیار قشنگی چاپ شده و احادیثش تحقیق احادیثش هم شده. حالا برای اینکه بیشتر وقت ضایع نشه به آن میپردازیم ان شاء الله. بله، این کتاب همچنان که گفتیم امام دارمی در سمرقند متولد شده. بعداً برای طلب علم به سرزمین های مختلفی مسافرت نموده، سپس به سمرقند برگشته و در آنجا مستقر شده و علم و دانش خود را در آنجا منتشر نموده. حالا امام هرچند دقیقاً این مصادری که در مورد زندگی امام دارمی سخن میگویند در آغاز زندگیش چیز زیادی نگفتند، چون در همون جایی که بوده مرکز علم و دانش بوده و مشغول علم شده. مثلا مصادر بسیار زیادی از جمله کتاب الجرح و التعدیل، کتاب تاریخ بغداد، طبقات حنابلة، الانساب، تهذیب الکمال، تهذیب التهذیب امام ابن حجر، تذکرة الحفاظ، العبار، تهذیب التهذیب، النجوم الزاهرة، طبقات الحفاظ و همچنان. یعنی کتابای بسیار زیادی به صورت به زندگی این مرد بزرگوار پرداختند. این مرد یعنی امام دارمی در واقع یک هوش و ذکاوت بسیار خوبی به او داده شده بود، به همین خاطر او را مهیا نموده بود که آن چیزی که را میشنود آن را حفظ کند، البته همراه با فهم و درک آن. به همین خاطر شیوخ زیادی را ملاقات نموده و علم زیادی را از آنها دریافت نموده. مردی بوده بسیار متواضع بوده در دریافت علم، از کوچک و بزرگ علم را دریافت میکرد. مهم این بود که هر کسی علمی داشته باشد برایش مهم نبود از خودش کوچکتر باشد یا از خودش بزرگتر باشد. و حتی میگه از تعدادی از هم عصران خودش هم
و هم کلاسای خودش میشنید. اما انسانی بوده بسیار محقق و تلاش میکرد که از غیر از انسان مطمئن و ثقه چیزی را دریافت نکند و همه آن چیزی را که دریافت میکرد آن را بررسی و پاکسازی مینمود و از هر کس حدیث را روایت نمیکرد. همچنان که گفتیم سمرقند یکی از مراکز بسیار بزرگ علم و دانش بوده، شهر سمرقند، و بل اما در غیر از سمرقند هم طلب علم کرده. به همین خاطر یعنی علم امام دارمی در سمرقند بیشتر مشهور گشت و منتشر شد. و اگر محدثی مثلا فرض کنیم در شهر بغداد متولد می شد، در شهر بغداد علم را دریافت می کرد، او را دیگه بی نیاز نمی کرد که به جاهای دیگر هم نرود، چون علما همه که در یک شهر جمع نمی شدند. علمای اسلام در مناطق مختلف و در جاهای مختلف هم وجود داشتند. در نتیجه حالا بغداد که مهمترین پایتخت بوده و مهمترین مراکز علمی بوده، اگر کسی هم در بغداد متولد می شد و علم را آغاز می نمود، مطمئناً به جاهای دیگر هم می رفت. حالا کسی که در سمرقند باشد مشخصه که سمرقند که مرکزیتش به اندازه بغداد نبوده، در نتیجه اون هم یک امر طبیعی بوده که امام دارمی تنها به سمرقند اکتفا ننموده و به سرزمین‌های دیگری رفته، به خراسان رفته، وارد عراق شده، از اهل بغداد و کوفه و واسط و بصره علم را دریافت کرده، همچنان که وارد شام شده و از مجموعه بسیار زیادی از اهل دمشق و حمص علم را دریافت نموده و همچنین در به جزیره العرب رفته و در حجاز علم را دریافت کرده از جماعتی از اهل مدینه و اهل مکه. سپس بعد از آن به سمرقند باز می گردد تا یک امامی شود که جلو انداخته شود و علم قرآن و سنت را در آنجا منتشر کند و مسلمانان و مردم از او بهره مند شوند. امام دارمی امامی بوده که در واقع پروردگار مثل این که میگوید دریچه های علم را بر روی او گشوده از بسیاری از علم ها. مثلا اگر کسی در این کتاب مسندش نگاه کند و بیندیشد، متوجه می شود علم و دانش این مرد تا چه اندازه زیاد بوده و در چه زمینه‌های مختلفی علم و دانش داشته، در تفسیر، در حدیث، در فقه و همچنین در بقیه علوم. حافظ بن مرجع میگوید ما اعلم احدا اعلم بحدیث النبی صلی الله علیه و سلم من عبد الله بن عبد الرحمن. میگه من کسی را سراغ ندارم که علم و دانشش به حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم از عبدالله بن عبد الرحمن بیشتر باشد، یعنی امام دارمی. در فقه همچنان این که در علم حدیث آنگونه بوده، در فقه هم یعنی کسی بود که در مسائل در معانی آن غوطه‌ور می شد و او نظرات ویژه‌ای برای خودش دارد، اختیارات فقهی دارد که در مسندش مشاهده می شود. در این مسند و در این سنن می توانید آن را مشاهده کنید و این دلیل است بر این که او همواره پیرو احادیث بوده، پیرو سنت بوده و وقتی که دلیلی را دیده دیگه از اونجا تکان نخورده و همونجا اون حدیث را که به دستش رسیده آن را پذیرفته.
بعداً علما بیان میکنن که او هم در تفسیر یک عالمی بوده، عارف بوده به معانی تفسیر و مقاصد آن را درک نموده، به گونه‌ای که محمد بن ابراهیم بن منصور شیرازی میگوید کان مفسرا کاملا، میگه یک مفسر تمام عیاری بود، کاملی بود. حالا امام دارمی اشکالی ندارد که به تعدادی از مشایخ و اساتیدش اشاره کنیم. امام دارمی مشایخ بسیار زیادی دارد و هر کسی که بر این کتابش مطلع شود متوجه می شود که چقدر مثلا شیوخش فراوان هستند. از یزید بن هارون و یعلا بن عبید و جعفر بن عون و بشر بن عمر زهرانی، ابو علی عبید الله بن عبد المجید حنفی، و از برادرش ابی بکر عبدالکبیر، و از محمد بن بکر برسانی و وهاب بن جریر و نضر بن شمیل که این از همه یعنی قبل از همه فوت کرده. نضر بن شمیل انگار اولین اساتیدش بوده که از همه جلوتر وفات یافته. و ابي نضر هاشم بن قاسم وعثمان بن عمر بن فارس وسعيد بن عامر الضبعي وأسود بن عامر وأحمد بن إسحاق حضرمي وأبو عاصم وعبيد الله بن موسى وأبي المغيرة خولاني وأبي مسهر غساني ومحمد بن يوسف فريابي كراوية إمام بخاري هست. محمد بن يوسف فريابي راوية صحيح بخاري است. وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبي نعيم وعفان وأبي الوليد ومسلم، يعني إمام ومسلم وزكريا بن عدي ويحيى بن حسان وخليفة بن خياط و خلق زیادی لدر خراسان و شام و عراق و مصر، یعنی کسانی بسیار زیادی دیگری. همچنان که از کسانی که اقران خودش بوده اند، یعنی هم کلاس خود و هم ردیف خودش بوده اند، از آنها هم روایت نموده، از جمله احمد بن حنبل و یحیی بن معین و علی بن المدینی، یعنی علی بن المدینی که استاد امام بخاری است، هم کلاس امام دارمی است، و دحیم و خلیفه ابن خیاط و غیر اینها. یعنی اینها امام دارمی هم عصر و هم مقارن این افراد بوده و از اونام احادیثی گرفته. و شاگردان امام دارمی افراد بسیار زیادی بوده اند، از جمله خود امام مسلم که 70 و چند حدیث را از امام، بیشتر از 70 حدیث را از امام دارمی روایت نموده، بیشتر از 70 حدیث. و امام ابو داود و امام ترمذی، اینا دیگه کافی است، یعنی شما بدونید که اینها شاگردان امام دارمی بودند. امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی در اینجا اشاره نکرده، حتی امام نسائی و حتی امام بخاری. خود امام ترمذی گاهی حدیث را از امام بخاری روایت می کند، بخاری از دارمی روایت می کند. در نتیجه وقتی که ما نگاه کنیم تمام کتب سته بجز ابن ماجه همه از امام دارمی حدیث را روایت نمودند، امام بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی. و عبد بن حمید که اون خودش داره کتاب است، یک کتاب بسیار بزرگی داره در علم حدیث که این از همه جلوتر است. و رجاء بن مرجی و حسن بن صباح بزار، همون رجاء بن مرجی که گفت در مورد امام، همون فرمود من کسی داناتر به علم حدیث از عبدالله بن عبدالرحمن نمی شناسم، همین یکی از شاگردانش است، شاگرد مستقیمش. رجاء بن مرجی، حسن بن صباح بزار، محمد بن بشار بندار، امین همه از راویان اساتید امام مسلم هستند. و محمد بن یحیی و امام ترمذی اینجا میگوید از محمد بن اسماعیل روایت میکند، یعنی از امام بخاری روایت میکند که امام بخاری از امام دارمی روایت میکند. و بقیه بن مخلد و ابو زرعه و ابو حاتم، ابو زرعه و ابو حاتم الرازی، اینا کسانی بودند که امام مسلم میگه وقتی که من کتاب را نوشتم اول این کتاب را عرضه نمودم به ابو زرعه الرازی و ابو حاتم الرازی و هر حدیثی اونا گفتن این حدیث
برداشتم. یعنی کاملا انگار مشرف و استاد راهنمای امام مسلم هم ابو زرعه و ابو حاتم رازی هستند که هر دو شاگرد امام دارمی هستند و خود امام مسلم هم شاگرد اوناست. یعنی اساتید امام مسلم هم از شاگردان امام دارمی هستند. وصالح بن محمد جزرة وإبراهيم بن أبي طالب وجعفر بن محمد بن فارس وجعفر فريابي وعبد الله بن أحمد وعمر بن محمد بن بجير ومحمد بن نضر جارودي وعيسى بن عمر السمرقندي كراوي مسند است. يعني خود این سنن امام دارمی یا مسند امام دارمی را ایشون روایت میکنند و مردم زیادی از اهل سرزمین خودش و رحل إليه الحفاظ من النواحي و تعداد بسیار زیادی از علمای حدیث از نواحی مختلف به سوی او آمدند. مناقب امام دارمی بسیار زیاد است. یعنی همین اگر از اقوال علما نگاه کنیم مشخص می شود، اما به صورت مختصر به آن اشاره می کنیم. امام دارمی نادرة من النوادر، یک انسانی بوده بسیار از اون نوادر و نوابغ زمان بوده در تمام معانی، به گونه ای که علم جامعی و فکر واسعی به او داده شده. او علم یاد گرفته تا به آن عمل کند. در نتیجه به وسیله علمش و عملش سلامت شده و سرور و سردار شده و خصال خیلی بسیار، خصالهای بسیار زیاد پسندیده ای را در خود جمع نموده، در عین اینکه در علم و صدق و ورع و زهد و کم دنبال دنیا رفتن و اجتهاد در عبادت سلامت بوده و در عین اینکه این گونه بوده عقل بسیار زیادی داشته و فضیلت بسیار زیادی داشته و اصلا به عنوان یعنی امام دارمی ضرب المثل بوده در دین و حلم و سنگینی و عفت و استقامت. سلطان سمرقند خواست که او را قاضی سمرقند کند، اما قبول نکرد. فابى ان يقبل، اما دیگه خیلی بر او فشار آوردند، نهایتا آن را قبول کرد، اما تنها یک قضاوت نمود. بعد از آن گفت دیگه نمیخوام انجام بدم، اگر امکان دارد منو رها کنید. تا نهایتا قبول استعفایش رو پذیرفتند. پس امام دارمی اهل سمرقند به از علم و دانش او بسیار استفاده نمودند. در آنجا علم حدیث و علم اثر و دفاع از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم در آنجا زنده کرد و سنت را منتشر نمود و مخالفین سنت را سرکوب کرد، یعنی با دلائل نه با سرکوب امروزی. و پروردگار او را در دل اهل ایمان در واقع جایگاه ویژه‌ای به امام دارمی داد. ظاهرا جای خود دارد که بعد از این به قول علما و نظر علما در رابطه با ایشان اشاره کنیم. اکنون با هم میان برنامه نگاه میکنیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. برد زبانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. سوزد درونم از شوق رویش، فیض کلامم نام محمد، فیض کلامم خدا نام محمد، نام محمد،
نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. تا هست جانم در دار فانی، هر لحظه خوانم نام محمد، هر لحظه خوانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. در روز محشر از آتش آلود باشد امانم نام محمد، باشد امانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. بگذشتم من عیش جهان را، عیش جهانم نام محمد، عیش جهانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. داشتیم در مورد امام دارمی و کتابش سخن می گفتیم. اکنون اشاره می کنیم به در واقع ثنای بعضی از اهل علم در مورد امام دارمی. امام احمد بن حنبل می‌فرماید اولا این را بدانیم که اون کسانی که گواهی می‌دهند که امام دارمی امام است و سلامت است و برای بزرگی و فضل او گواهی می‌دهند، افراد کسانی هستند از پیشوایان معروف
هم از شیوخ خود یعنی اساتید او و هم از همکلاسای خودش و از آن کسانی که بعد از او آمده اند. از جمله امام احمد بن حنبل که او همکلاسی اوست و معمولا انسانهایی که در اصل هم دیگر هستند سعی می کنند طرف دیگر را یعنی این آنگونه در موردش سخن نگویند که مردم تصور کنند که اون از این بالاتر است. به هر نحوی شده سعی می کنند که او را به گونه‌ای بیان کنند که حداقل مردم تصور کنند که خود او درجه از او بالاتر است. اما امام احمد از این گونه افراد نبوده. امام احمد میفرماید هو ذاك السید، میفرماید امام احمد میگه عرض علی الكفر فلم اقبل، میگه به من کفر عرضه شد از جانب حاکمان روس که منظورش در زمان مأمون و معتصم بالله بود. میگه به من کفر عرضه کردند که حکم کنم که بگویم قرآن مخلوق است، اما قبول نکردم. اما میگوید و عرض علیه الدنیا فلم یقبل، و امام دارمی دنیا به او عرضه شد اما دنیا را نخواست. بسیار نکته قشنگی است که امام احمد میفرماید. حالا نکته دیگری اگر نگفت بعدا خودم میگویم. در باز امام احمد میفرماید حافظ بندار محمد بن بشار شیخ دارمی که شیخ امام مسلم هست میفرماید حفاظ الدنیا اربعه. شیخ امام دارمی خودش است. میگه حافظان دنیا 4 تا هستند: ابو زرعه رازی، مسلم در نیشابور، عبدالله بن عبدالرحمن در سمرقند یعنی امام دارمی، محمد بن اسماعیل در بخارا. و بعدا میفرماید امام الذهبی كان بندار يفتخر بكونهم حملوا عنه. میگه بندار افتخار میکرد به اینکه اینها همشون شاگردان او بودند، یعنی همه این بزرگواران از او علم دریافت کردند و به آن افتخار می نمود که میفرمود دیگه حفاظ دنیا این 4 تا هستند. ماشاء الله. حافظ ابو سعید اشج میفرماید عبدالله بن عبدالرحمن امامنا. عبدالله یعنی امام دارمی امام ماست. و شیخش شیخ امام دارمی حافظ عثمان بن ابی شیبه، عثمان بن شیبه که مصنف ابن ابی شیبه یعنی اینم ابو بکر بن ابی شیبه و عثمان بن ابی شیبه هر دو از بزرگان حدیث هستند. میفرماید شیخ امام دارمی هم هست و شیخ مسلم هم هست. میفرماید عبدالله بن عبدالرحمن اظهر من ذلك فيما يقولون من البصر والحفظ وصيانة النفس عافاه الله. میفرماید عبدالله بن عبدالرحمن بالاتر از آن است که مردم بیان میکنند. یعنی مردم هرچی در موردش گفتند از دید تیزبینی و از حافظه و از تقوا، از همه آنها هرچی گفتن از آن بالاتر است. این شیخ اوست، استادش اینو گفته، عافاه الله. بعدا میفرماید محمد بن عبدالله مخرمی میفرماید یا اهل خراسان، ای اهل خراسان، ما دام عبدالله بن عبدالرحمن بین اظهرکم فلا تشتغلوا بغیره. میگه ای مردم خراسان، تا زمانی که این مرد بزرگوار دارمی در میان شماست دیگه به کسی دیگری خود را مشغول نکنید، یعنی دیگه به کسی دیگری نیاز ندارید. محمد بن عبدالله بن نمیر حافظ میفرماید عبدالله بن عبدالرحمن بالاخره از ما پیشی گرفت، هم از لحاظ حفظ هم لحاظ تقوا. رجاء بن مرجع که گفتیم یکی از شاگردانش هست، الحافظ، میگه رأیت ابن حنبل و اسحاق بن راهویه و علی بن المدینی و الشاذکونی فما رأیت احفظ من عبدالله. میگه من احمد بن حنبل را دیدم، اسحاق بن راهویه شیخ امام بخاری را دیدم، علی بن المدینی شیخ امام بخاری را دیدم، اونم شیخ، و شاذکونی را دیدم، اما حافظتر از دارمی را ندیدم. یعنی هیچ کدوم مثل او نبودند.
همین امام ابن المدینی که خودش میگوید، امام بخاری میگه من خودم را پیش هیچ کسی کم نمیدانستم جز نزد علی ابن المدینی. به علی ابن المدینی گفتن، بخاری آنچنان گفت میگوید، فرمود لم یرى مثل نفسه، اون گفت اون هم کسی مثل خودش رو ندیده. حالا در اینجا رجاء ابن مرجع میگوید من اینها را دیدم اما حافظتر از عبدالله ندیدم، یعنی هیچ کدوم از اونها به امام دارمی نمیرسند. و در بار دیگر همین رجاء ابن مرجع میفرماید ما رأيت احدا اعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، کسی ندیدم داناتر به حدیث رسول الله باشد از او. ابو حاتم الرازی میفرماید محمد بن اسماعیل اعلم من دخل العراق، محمد بن اسماعیل داناترین کسی است وارد عراق شده. و محمد بن یحیی اعلم من بخراسان، و محمد بن یحیی هم عالمترین کسی است در خراسان. و محمد بن اسلم اورعهم، و محمد بن اسلم با تقواترینشان هست. و عبدالله بن عبد الرحمن اثبتهم، عبدالله بن عبد الرحمن از همه قویتر و ثقتر هست. وقال مرة امام اهل زمانه وقال ثقة صدوق، و بار دیگر امام ابو حاتم رازی فرمود او امام اهل زمان خودش است و او ثقة و صدوق، یعنی هم ثقه هست، تنها ثقه همه چیز در آن وجود دارد، هم حفظ هم صداقت، اما به صورت جداگانه هم گفته بسیار هم صادق است. مطالب از نظرم بسیار زیاده است، اگر اینجوری ادامه بدیم شاید نرسیم به همه مطالبی که در این مورد وجود دارد. امام ابو حامد بن شرقی میفرماید خراسان 5 تا محدث بزرگ و امام بزرگ را یعنی بیرون داده، یعنی انگار میگه در آنجا فارغ التحصیل شده. محمد بن یحیی و محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری، و عبدالله بن عبد الرحمن یعنی دارمی، و مسلم بن حجاج امام مسلم، و ابراهیم بن ابی طالب. و امام ابن حبان هم میفرماید از حافظان متقن و دقیق و اهل ورع در دین و کسانی که هم حدیث را حفظ نموده اند و آن را جمع‌آوری کرده اند و در آن تفقه کرده اند و تصنیف نموده اند و تحدیث نموده اند و حدیث را روایت کرده اند و سنت را در سرزمین خود آشکار نموده اند و به آن دعوت نموده اند و از حریم آن دفاع کرده اند و مخالفین آن را سرکوب کرده اند، امام دارمی است. و امام دارقطنی میفرماید انسانی است ثقه و مشهور. حاکم میگوید کان من حفاظ الحدیث المبرزین، از حافظان بارز حدیث است. امام الذهبی در نهایت میفرماید الحافظ الامام احد الاعلام، حافظ است، امام است، یکی از علمهای دین است. و میفرماید کان رکنا من ارکان الدین، رکن و پایه است از پایه های دین. حالا ما بیاییم روی تصانیف و تألیفات امام دارمی. امام دارمی اون چیزی که معروف است، مسندی که به همون مسند که اسمش گاهی مسند میگویند و گاهی سنن میگویند، سنن دارمی، مسند دارمی، همین کتاب است که جلوی دست ماست. و امام دارمی غیر از این سنن 2 کتاب دیگری دارند که خودش در مورد آنها سخن میگوید، یکی التفسیر و دیگری الجامع، که به دست ما نرسیدند. امام دارمی رحمه الله در روز
ترویه یعنی روز 8 ذی‌حجه در سال 255 هجری بعد از نماز عصر در روز جمعه و روز عرفه وفات یافت. نه، در روز 8 وفات یافت و در روز جمعه و همون روز عرفه که هست دفن شده که عمرش 75 سال بود و بعضی میگویند در سال 250 وفات یافته، اما این اشتباه است. و امام ابن عساکر گفته در سال 254 بوده، ولی ظاهرا همون قول اول دقیق تر و بیشتر مؤرخین بر آن هستند. اسحاق بن احمد بن خلف میگه ما نزد امام بخاری بودیم، فورد علیه کتاب، نامه‌ای به دست امام بخاری رسید که در اون کتاب فیه نعی عبدالله بن عبدالرحمن، که در آنها در اون نامه خبر مرگ امام دارمی نوشته شده بود. فنکس رأسه، میگه امام بخاری وقتی این نامه را خواند و خبر وفات امام دارمی را شنید، سرش را پایین انداخت این گونه، سپس سرش را بلند کرد و فرمود انا لله و انا الیه راجعون. دیدیم که اشک از چشمان مبارکش سرازیر شد بر گونه های مبارکش. سپس این شعر را سرود: ان تبقى تفجع بالاحبه كلهم و فناء نفسك لا ابا لك افجع. میفرماید اگر تو باقی بمانید، مثل این که به از دست دادن تمام دوستانت در واقع غمگین و نگران خواهید شد. اما می شود 73، یک سال دیگه 74، نه عفوا 94، یعنی امام بخاری سال 94 متولد شده، یعنی 194. بله. حالا امام بخاری همچنان که گفتیم در نتیجه بله دقیقاً سال 194 متولد شده. الان دیگه اون چیزی میخواستم بیارم آوردم ولی خودم قبلا هم گفتم درست در اومد. تمام. پس طبقه امام دارمی بالاتر از تمام کتب سته هست، یعنی جلوتر از آنان است، طبقهش بالاتر و جلوتر از آنان است و معاصر امام بخاری هست و هیچ کدوم از این کتاب ها قبل از آن معروف نبودند، یعنی قبل از امام دارمی، مگر اینکه امام بخاری انگار جلوتر از امام دارمی شروع کرده به تصنیف حدیث صحیح خود و همت خودش را برای آن جمع آوری نمود. در نتیجه امام دارمی هم همت خودش را برای جمع آوری کتاب مسندی که با ابواب بندی شده را تصمیم گرفت که در آن جمع آوری کند، مخصوصا در سرزمین خود سمرقند، که در سمرقند دیگه جلوتر از این کتابی وجود ندارد و کتاب حدیثی جلوتر از آن وجود نداشته، معروف نبوده و سنن قبل از آن معروف، یعنی قبل از این کتاب دارمی معروف نبودند هیچ کدوم. پس در نتیجه امام دارمی شروع کرد به نشر حدیث در آنجا و تدریس حدیث و علم حدیث و دروغ را از احادیث دور میکرد و دفاع از سنت، تا نهایتا این کتاب را تألیف نمود. این کتاب هم موضوع این کتاب در واقع احادیث مرفوع و احادیث موقوف و احادیث مقطوع هست.
مرفوع كأحاديثي كسندش برسول الله رسيدة صلى الله عليه وسلم. موقوف أحاديثي كسندش بالصحابة رسيدة است. ومقطوعهم أقواليست كسندش بتابعي رسيدة. ولی این کتاب را بر اساس ابواب بندی بسیار قشنگ و زیبایی ترتیب نموده، یعنی به صورت، یعنی این در واقع باید بگوییم جلوتر از همه است. هیچ کسی دیگری جلوتر از خودش نبوده. البته موطأ مالک بوده قبل از این، موطأ امام مالک. اما از این کتاب های معروف هیچ کدوم نبودند. در نتیجه این کتاب را به صورت بسیار قشنگ و زیبا ابواب بندی نموده و اصلا باید بگوییم بقیه سنن از این الهام گرفتند که ابواب بندی را انجام بدهند مثل این. اما اینو بدونیم که احادیث مرفوع بیشترین احادیث این کتاب است و اصل این کتاب بر اساس احادیث پیامبر است صلی الله علیه و سلم. اما گاهی اقوال غیر از حدیث را اقوال صحابه و اقوال تابعین هم را نقل می کند. مانند مثلا امام ابن ابی شیبه، مصنف ابن ابی شیبه، این هم در بعضی احکام مانند طهارت، فرائض و در مقدمه هم مطالب زیادی در مورد فضائل قرآن، در مورد اهل علم بیان نموده است و در داخل این کتاب مطالب زیادی، یعنی بعد از بعضی از احادیث مطالبی را پیرامون مسائل فقهی خود و برداشت فقهی خودش از اون حدیث را بیان می کند و گاهی لفظ غریبی در آن باشد شرح می کند یا معنی در آن باشد و گاهی هم اشاره می کند به علت حدیث، یعنی اگر این حدیث علتی داشته باشد، ضعفی داشته باشد، به آن اشاره می کند. سنن امام دارمی متاسفانه آنچنان که شاید و باید روش کار نشده. یعنی قبلا کسی مثلا مانند کتب سته مثلا آمدن رجال کتب سته را بررسی کردند، شرح کردند، نمیدونم تحقیق کردند، اختصار کردند، کارهای زیادی روی کتبش سته شده، مخصوصا امام بخاری، بعداً امام مسلم و بعداً دیگر کتاب ها ترمذی، نسائی، ابو داود و ابن ماجه، روش خیلی کار شده. اما برای سنن دارمی متاسفانه اون اهمیتی که باید داده شود داده نشده. به دلیل این هم بوده گفتن بالاخره این دارمی دیگه چیز اضافه نیست، درست جلوتر از اونا بوده ولی اونایی که بعد از اون اومدن همون احادیث اولم را آورده اند. میگه امام حافظ علایی به چند شرط از شروط امام دارمی در کتابش اشاره میکند که میگوید به این دلیل این کتاب بالاتر، حداقل بالاتر از کتاب سنن ابن ماجه، چون میفرماید به دلیل این که میگه باید کتاب دارمی در میان کتب سته این کتاب ششم را قرار بدهیم از لحاظ ارزش، یعنی کتاب بجای ابن ماجه اینو باید میگذاشتیم، چون ابن ماجه احادیث ضعیف زیادی در آن هست که در سنن دارمی چنین چیزی نیست. میگه فانه قلیل الرجال الضعفاء، در سنن دارمی رجال ضعیف در آن خیلی کم است. نادر الاحاديث المنكرة والشاذة، اصلا احادیث منکر و شاذ در آن نادر است. و این كانت فيه احادیث مرسله و موقوفه، هرچند احادیث مرسل و موقوفی در آن وجود دارد. فهو مع ذلك اولى من کتاب ابن ماجه، اما با وجود این از کتاب سنن ابن ماجه بالاتر است. پس امام علایی با این قول میخواهد اشاره کند که بگوید امام دارمی بسیار دقیق بوده در انتخاب احادیث و در انتخاب شیوخی که حدیث را از آنها احادیث را گرفته. کمتر یعنی یافت می شود در آن حدیث منکری باشد یا راوی مجروحی در آن باشد که بیایید بخاطر مثلا جرح آن حدیثش را روایت کنید، یعنی کم اتفاق می افتد. و این معنی است که امام دارمی چون حافظی بوده بسیار توانا، بلکه از رؤوس حفاظ بوده مانند احمد ابن حنبل و ابن المدینی و اینها، و همچنان ناقد عارفی بوده بر رجال حدیث
و از هر کس حدیث را نمیشنید، از هر کس حدیث را قبول نمیکرد. پس ابواب بندی سنن امام دارمی هم به چه گونه ای بوده؟ ابواب بندیش همچنان که گفتیم مانند ابواب بندی کتب سنن هست، یعنی سنن ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه. این هم به همین صورت است. مثلا اول کتاب بدء وحی را آغاز نموده، البته نه عفوا این نیست، این یکی. اول مقدمه را آورده امام دارمی، در اون مقدمه اولین چیزی که بیان کرده اشاره کرده به مردم قبل از بعثت چگونه بودند، بعدا اشاره کرده به یعنی اولا اشاره کرده به جهل و گمراهی که مردم بر آن بودند، بعدا به صفت پیامبر قبل از مبعثش و بعد از آن اشاره کرده کیف کان اول شأن النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی اول در آغاز پیامبر چگونه بوده است، بعدا پروردگار چه او را به چه چیزهایی گرامی داشته، اینکه مثلا درخت به او ایمان آورده، نمیدونم حیوانات، جن به او ایمان آورده اند و بالاخره مطالبی پیرامون رسول خدا صلی الله علیه وسلم بیان نموده و سخایش و کرمش و اخلاقش و وفاتش و در نهایتا بحث مطلبی در مورد پیروی نمودن از سنت بیان نموده و بعد از آن در مورد التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنه، انسان باید مواظب باشد در موردی که دلیلی از قرآن و سنت وجود ندارد انسان به آسانی جواب ندهد. این نکته خیلی مهم و قشنگ است، حتی برای این میشه که انسان در مورد آن مطالبی را بخواند. و یکی دیگر که مکروه بودن فتوا دادن، و یکی دیگر در مورد افرادی که مثلا ترسیدن که فتوا دهند و تکلف کنند و یعنی بدعت گذاری کنند. اینا خیلی نکته بسیار مهمی است. و بیان نموده الفتیا و ما فیه من الشده، یعنی مطالبی بسیار زیبا و قشنگ در مورد فتوا و اینا بیان نموده. بعدا اشاره کرده به اقتدا به اهل علم و اینکه انسان نباید بر رأی و نظر خود مثلا مسائل را بگیرد. مسائل بسیار قشنگی را بیان می کند. بعد از این مقدمه قشنگ و زیبا که انشاءالله باید یک بار دیگر روی آن بیاییم صحبت کنیم، شروع می کند به باب کتاب طهارت و کتاب نماز و عیدین و مثل بقیه کتاب ها، و به آخرین کتاب مثلا فرائض و وصایا و بعدا کتاب فضائل قرآن. کتابش را به آغاز می رساند، یعنی به پایان می رساند. در اینجا ظاهرا وقت ما هم به پایان رسیده است، به این مقدار ما نتونستیم مطالب را بیشتر بیان کنیم. در یک جلسه دیگر انشاءالله به این کتاب بسیار با ارزش میپردازیم که مطالب بسیار بیشتری در مورد آن بیان کنیم و کتاب را بیشتر معرفی کنیم. همه شما را به خداوند بزرگ و ذوالجلال می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.